رسید. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلام در یک روایت برای ما تحقیق کردن که اغتنم خمسا قبل خمس، تام 5 چیز پیش از 5 چیز غنیمت بودن. خداوند 5 نعمت برای ما را داده است که اینها امانت هستند، دائمی در اختیار ما نیستند. آخر میگیره اینها را خداوند از ما. میگه غنیمت چی است؟ یعنی استفاده ببر، فایده ببر. نشوه که مثل شخصیت باشه که دارندگی داره و استفاده بردش نمیتونه. یعنی محنت مینه، رنج میکشه، مال جمع میکنه، اما راحتش نمیبینه، فقط اما رنج زحمتش به ایره میمونه. این 5 چیز چیه؟ پیغمبر بزرگوار گفتن شبابک قبل حرمک، جوانی را غنیمت بدون پیش از آمدن پیری. جوانی بهترین نعمت است. عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. جوانی میرود بار دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، که تا بخش جوانی عاقبت سود. جوانی را در راه خدا بخش، آخر فایدت ببخشه. دوستای خدام یک مقاله داره، میگه یک روز یک جوان در راه برآمد، دید که یک پیرمرد در بالای سنگ در یک چهارراه ایستاده نشسته. بعد پرسیدش، جوان گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کردی که بنشستی در این راه؟ میگه پرسیدی جواب پدر بزرگوار، ای سفید محترم، چی چیز گم کرده که در این راه نشسته ای؟ جوابش داد پیری خوش تکلم، که ایام جوانی کرده ام گم. میگه جواب داد این پیرمرد که روزهای جوانی ما گم کردم، که پیدا کردنش محال، ناممکنه، دیگه نمیگرده. جوانی میرود بار دیگر نیست، یک باره. به این خاطر حضرت جوانی را ببخش در راهی، جوانی در راه الله ببخش. زیبش به الله همین است که آخر جوانی برای تو چی ببخشه؟ فایده ببخشه. دیومش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که وصیحت که قبل سقمی، یعنی تنی سعادت، سلامتی را غنیمت بدون پیش از آمدن چی؟ بیماری، دردمندی. انسان هر چند که لحظه های عمرش رفتن بگیره، اگر یعنی گذشتن گیره، در بدن او سستی و بی‌قوتی پیدا میشه. بعضی اعضاش در بعضی برادرای ما 40 رفتن و 45 50، بعضی میگه سرم در میکنه، پاچه‌هام در میکنن، میانم در میکنه. سببش چیه؟ سببش اینه که خداوند نعمت جوانی از او گرفته است. وقتی جوانی برات در بدن انسان پیری پیدا میشه، دیگه از سجده با باری دستات میخیزی، از یعنی از رکوع، از قعده و از سجده. و چی خاطر خداوند این نعمتی که کامل بودی نعمت از تو گرفته است. پیغمبر بزرگوار تن سلامتی یعنی تنی صحت غنیمت دون پیش از آمدن دردمندی، یعنی طاعت عبادت کن. در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی. کی خدا را میپرستی؟ مولانا میگه در کودکی یعنی مستی نفهمی، پستی کنی، در جوانی مستی کنی، ای خدا دوری کنی، در پیر سستی دیگه نمیتوانی. کی میگه خدا را بندگی میکنی؟ و دیگرش غناءک قبل فقری، جناب پیامبر گفتن دارندگی را غنیمت بدون پیش از آمدن فقیری و ناداری. مال نعمت الله هست، دائمی نیست، از انسان میگذره. ما در این حیات اندک خودمون بسیار دارنده های دیگه هستیم که امروز بزانو زدگی هستند، یعنی قرضدار و نادار و چقدر به حالت پیشپستی سخت زدن. بعضی اونها به کسل‌های گرفتار شده هستند از غم از فکر. و همین خاطر پیغمبر بزرگوار میگه دارندگی تا غنیمت بوده، یعنی در راه خدا صرف کن، موافق گفته خدا استفاده کن، زکاتش ادا کن، در یعنی مسجدها، در طالب علم ها را کتاب بخر، صدقه جاریه چه برای قیامت. یعنی دارندگی غنیمت. و فراغک قبل شغلی، آرامی و تندرستی را غنیمت بدون پیش از آمدن ناآرامی. و آخرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلام تاکید و حیاتک قبل موتک، حیات غنیمت بدون پیش از آمدن مرگ. روز میشه برادران عزیز بزرگوار من که حیات ما به آخر میرسه. روز میشه که لحظه زندگی به پایان میرسه. در اصل انسان باورش نمیاد که به تعبیری اون شاعر گفته که عجب رسمی است رسمی آدمی زاد، که جانش میرود باور نداره که میمرده باشه. و این خاطر ما حرکت کنیم که لحظه های زندگیمون در راه دکار صرف کنیم که آخر اهل حسرت نگردیم. حرکت کنیم که یعنی لحظه های زندگی را در غفلت نگذرانیم. و تعبیر مولانا میگه غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست، ذکری خدا بگو که از مرگ چاره نیست، در راه حق بکوش که فرصت غنیمت است، زیرا که روزی مرگ و کس آشکاره نیست. لحظه های عمر در غنیمت، در عبادت و بندگی خدا بگذران، لحظه که آخر
وقتی ملک الموت هر شخصیتی در تار سرش میدید است که برای قبض روحش آمده است، تمام انسان اون لحظه حسرت میخوده. تمام انسان یعنی اون لحظه چیکار میکرده؟ پشیمانی میکنه، میگه ای پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار اگر من تأخیر گذاری مهلتم بتی، من یعنی خدمت اصلاح میکنم، من در راه تو عبادت و بندگی میکنم که اجرانی به خداوند دیگه برای تو مهلت نیست، وقت بود میشود. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت داشته باشیم، لحظه های عمر در ذکر یاد خدا، در عبادت و بندگی خدا بگذاریم تا اینکه آخر پشیمان از دنیا نرویم.